مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام. در 8-9 روز گذشته خبر بازداشت روح الله زم به عنوان مدیر کانال آمد نیوز در صدر اخبار قرار گرفت. امروز قصد داریم که یه مقداری از چت ها و فایل های صوتی روح الله زم رو که با یه سری ادمین های کانال های تلگرامی و حالا با رسانه ما داشته رو برای شما افشا بکنیم که پرده از یک سری رازها برمی‌داره. قبل از هر چیزی من میخوام برای شما یک سناریویی رو باز بکنم که با تفکر خودتون شاید به یه سری نتایج برسید. تو روزهای گذشته شیرین نجفی با رسانه‌های مختلف مصاحبه کرده بود و گفته بود که روح الله زم به عراق سفر کرده و اونجا من حتی اونو دیدم و بعد از اونم دیگه کسی ازش خبر نداشت. من هم از مهمان‌هایی بودم که دعوت شده بودم به کشور عراق، ولی از ابتدا من خبر داشتم از اینکه ما قراره برای عقد یک قراردادی وارد خاک عراق بشیم و با یک سری از نمایندگان که به اصطلاح از نزدیکان یعنی از دوستان بودن ما بخوایم باهاشون دیدار بکنیم. اما تا حالا با خودتون فکر کردید که رابطه روح الله زم و شیرین نجفی کمی بیشتر از یه همکار بوده که حتی در رسانه هم به این قضیه اشاره شده؟ بی نهایت ایشون به عنوان واقعا مثل یک برادر، پشتیبان، خانواده، هر چیزی که بگید ایشون بوده. عشق به معنی این نیست که حالا من بگم به عنوان یک زن و مرد، نه، من به ایشون کاملا وفادار بودم تو این سالها. ایشون به عنوان یک برادر، پشتیبان، بازم میگم نقش خواهر، برادر، همه چیز در زندگی من در طی این سالها آقای زم بودن. شما در این مدت با هیچ فردی، مردی دوستی نداشتید؟ ارتباطی، آشنایی، ازدواج غیره نداشتید؟ اول اینکه شما در سوال خصوصی میپرسید. بعد منظورم از عاشقی این نیست که من به عنوان معشوقه ایشون باشم یا به عنوان ایشون معشوقه من باشن، یا اینکه مثلا شما فکر کنید رابطه آقای زم همسر داشتن، بسیار همسرشون رو دوست داشتن. به این دلیل میگم من عاشقانه خانواده زم رو دوست داشتم، نه فقط شخصی. دو چیزه، یکی قدرت عشق و یکی قدرت اعتقاد خانواده است، خواهر، برادره، که میتونه آدمی رو وارد یک جهنم بکنه، به خطری بکشه، بندازش تو آتش. این بدون عشق نمیتونه اینجور وجود داشته باشه. یعنی محال روح الله زم اگر من با آقای زم هم داداش که مخفف بهش میگفتم دادا، آقای نیکفر و همسرش میدونن و ایشون همش به من میگفت که اسمم میگفت شیرینک. شاید ارتباط روح الله زم با شیرین نجفی نقطه طلایی بازداشت، البته من میگم من بعید میدونم روح الله زم بازداشت شده باشه یا همکاری کرده برگشته. حالا چیزی که ما در رسانه ها میشنویم رو میایم اینجا و تحلیل میکنیم و گفتم بازداشت، ما میگیم اوکی بازداشت، اصلا ناراحت میشم چیز دیگه ای فکر کنید. وگرنه ما در ماها فکر کنم 1 سال گذشته گفته بودیم که روح الله زم ارتباط داره با دستگاه اطلاعاتی امنیتی. میتونید برید سری به آرشیو رسانه پشت پرده بزنید و این قضیه رو خودتون متوجه میشید. در خصوص آقای روح الله زم داستان از این قرار بودش که این آدم میخواست تیم پشت پرده‌ای که یک تیم نوپا بود، یک تیم حرفه‌ای بود و در ابتدا تمام مسائل رو اجتماعی همراه با سند منتشر میکرد، میخواست بزنه. ببین اصلا اصول اپوزیسیون ها همینه. ببین 10 تا اپوزیسیونن، 11 تا اپوزیسیونن، یعنی کمتر از انگشتان 2 دستن که اون بالا وایسادن. این میگه که من قدرت دارم، اون میگه من قدرت دارم. بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی هستش که هر کسی بیاد اظهار نظر بکنه. موافق اینا باشه میشه، یعنی اصطلاح هندونه بذاره زیر بغل اینها، میشه که دمش هم گرم، آدم خوبیه، خبراشو پروموت میکنه. مثل این آقای رودالز هم که امروز ادعا کرده بود که اون منو بزرگ کرده، که تا کوچیک‌تر از این حرفی که بخوای منو بزرگ بکنی امروز باید خیلی حرف دارم. یا اگرم ازش انتقاد بکنه میشه مزدور. فرمول به همین سادگی. من یه دونه ویدیو منتشر کرد، مال یه پسری بود، اگه نمیدونم خیلی یادشون هست، که پسری میگفتش که آره امین فردین از رهبری انتقاد نمیکنه، امین فردین خط قرمزش رهبری، اون موقع شده بود خط قرمز اون رهبری. بعد من اون موقع زنگ زدم به سام سرابی، اون موقع سام سردبیر آمد نیوز بود، یعنی یکی از مدیران آمد نیوز بود، خیلی از شما میشناسیدش. و گفتم آقا قضیه چی بوده، برای چه حرفی؟ بعد گفت آقا ما یه گندی زدیم، الان زنگ میزنم روح الله زم گنده رو جمع میکنم، ببخشید راجع به تو خبر زدیم. اون موقع ها
یه دونه خبر زد روح الله اعظم جمعش کرد. من وایس، ببینید امشب من وایس دارم براتون، صدای سام سرابی رو بشنویم با هم. الو سلام. چطور سلام، خوبی؟ سلام صدامو تکلیف. آره دارم. چی شد که قطع شد؟ ببین من الان بابا دارم الان با رولا حرف میزنم. بذار کلا میخواد اینو بذار دارم گردنش میذارم اینو برداره. همون خبری که راجع به من زده بود یه متن بنویسه بگی که به اشتباه متاسفانه یکی از ادمین ها گو جمع کنیم که تو رو خدا گو جمع کنیم. ببینید چقدر این رسانه بی‌در و پیکره که گو میزنه میخواد جمعش کنه. خب این که این روح الله اعظم مشکوکه، این آدم قطعاً دستگاه اطلاعاتی امنیتی داخل باش در ارتباطن. اما شیرین نجفی طبق ادعای مازیار میگه که یه عکس برای روح الله اعظم میفرسته که روی تخت شیرین نجفی دلار بوده و دلارا رو ریختن، حالا دلار بوده یورو بوده معلوم نیست، ریختن روی تخت و یه عکس گرفتن و مازیار هم دیده. نمیدونم از تو اتاق خواب شیرین بود یا چیزی، یک دفعه در لپتاپش رو تا ته واز کرد گفت اینو ببین مازیار. 500 یورویی خشک بود و یک چیزی حدود 15 میلیون یورو 500 یورویی خشک در واقع عکس گرفته بودن و شیرین فرستاد تو واتساپ روی کامپیوتر رولا و رولا اینو نشون من داد. حالا نکته اینجاست که با خودتون فکر کردید که ممکنه شیرین نجفی یه عکس حالا با تاپ یا با سوتین کنار پولها برای روح الله اعظم فرستاده و به روح الله اعظم گفته که بیا داداش این پولها رو بردار برای یه دستم نمیدونم چرا دستم اینجوری میشه و انجام بده و برو. بعد روح الله اعظم میگه که ای بابا من تحت مراقبت سرویس‌های امنیتی فرانسه ام، بعد به اونا چی بگم، به خانومم چی بگم، میخوام برم ترکیه، بعد یه بهانه جور بکنم. شیرین میگه خیلی راحت، ما میگیم که قرار با یک سری آدمای مهم دیدار بکنید. روح الله اعظم خب میدونید که لاف ماف زیاد میزد که قبلا یه بار گفته بود رفتم استرالیا، بعد گندش بالا اومد که اصلا نرفته و یک بار آقای وفا نیکفر براش دعوتنامه فرستاده بود که همین چند هفته پیش بود و نتونسته ویزا بگیره. اما شیرین میگه اوکی برو به خانوادت بگو میخوای بری عراق، منم یه بلیت عراق برات میگیرم، به همه نشون بده عراق، بعد رسیدی اردن اونجا مسیر رو عوض کن. عکس رو هم روح الله اعظم چون با سوتین یا تاپه نمیتونه به کسی نشون بده. چرا؟ چون میگه که حالا اگه این عکس رو نشون بدم آبرو خودم میرم. میگه این ارتباطات چه از اون برم شیرین نجفی نمیتونه لو بده که اینو من در ترکیه دیدم، همه جا میگه در عراق دیدم. بعد تمام مقام‌های امنیتی عراق ورود روح الله اعظم به عراق رو تکذیب کردن و گفتن که اصلا روح الله اعظم به عراق ورود نکرده. پس اینجا یه سوال پیش میاد که اگر روح الله اعظم به عراق سفر نکرده به کجا سفر کرده؟ خب قطعاً به ترکیه سفر کرده. چرا؟ چون شیرین نجفی هم در ترکیه بوده و هی ادعا میکنه که من اونجا رو دیدم. پس احتمال اینکه روح الله اعظم در ترکیه بوده باشه خیلی زیاده. از اون طرف هم مأموریتش تموم شده و مهره سوخته شده بود. اول ما اومدیم افشا کردیم، بعدش هم ایستگاه پایانی اومد گفتش که این ارتباطش با مأمورای دستگاه امنیتی و دیگه خودتون بقیه ماجرا رو هم میدونید دیگه. قشنگ اختلاف انداخت بین اپوزیسیون ها، همه رو انداخت به جون همدیگه و هر کاری که دوست داشت کرد. اما چت هایی که روح الله اعظم با رسانه راسویاب داشته خیلی جالب بود. یه سری تحلیل ها این رسانه راسویاب هم که جالب براتون دیگه، یه سری تحلیل ها روی چت روح الله اعظم کرده که من این چت ها رو به شما نشون میدم، روی تصویرم بهتون توضیح میدم، شاید یه چیزای دستگیرتون بشه. بله، چت هایی که میبینید مربوط هستش به روح الله اعظم به عنوان ادمین آمد نیوز با یکی از ادمین های راسویاب. در روی تصویر هم میبینید که تاریخ ها به میلادی هستش. حالا من سعی میکنم که تاریخ ها رو به شمسی به شما بگم. اولین چت مربوط هستش به روز شنبه 18 فروردین ماه 97 که برابر با 7 آوریل 2018 که روح الله اعظم به یکی از ادمین ها میگه که سلام و درود، روح الله اعظم هستم. الان خبردار شدم که سیستم امنیتی سپاه به شدت دنبال شماست که برای بازداشتشون جایزه گذاشته که در نهایت با مراجعه سوم روح الله اعظم به ادمین راسویاب که تاریخش هم 12 اردیبهشت 97 هستش به طرز مشکوکی اظهار میکنه که خبردار شده که یکی از ادمین‌های راسویاب شماره‌اش رو به یکی از مامورای ساس یعنی همون سازمان اطلاعات سپاه داده و قرار برای دستگیریش اقدام بکنن که مراقب باشن که از ارائه جزئیات هم خودداری میکنه. تصویر دوم هم میگه که روح الله اعظم در ارتباط دیگه‌ای که روز یک شنبه 17 تیر ماه 97
وارد پیوی یکی از ادمین های راسویاب میشه و ابتدا درخواست حذف یکی از پست های منتشر شده در کانال راسویاب تحت این عنوان که منابع وی میباشد رو عنوان میکنه. وی پس از اون درخواست راه اندازی کمپین برای ارسال عکس‌های رده‌های حفاظتی ناجا، پاوا و وزارت اطلاعات سپاه رو بیان میکنه که مطابقاً این درخواست به دلیل شک برانگیز بودن فعالیت این رسانه توسط راسویاب رد میشه. زم در همین مراجعه از ادمین راسویاب درخواست میکنه که شماره بدن که درباره مسائل مختلف بشه راحت‌تر صحبت بشه. این در حالی که امن‌ترین راه برقراری ارتباط همین تلگرام هستش که اونجوری که ادمین راسویاب میگن که اگر میخواستن تماسی بگیرن از همین تلگرام میگرفتن، که نشون میده که مدام روح‌الله زم در این پیاماش دنبال شماره تلفن‌های ادمین‌های راسویاب بوده. میگه که در سومین چت روز سه‌شنبه 3 آبان 97 در گروه ادمین‌های شورای هماهنگی رسانه‌ها که 12 تا از ادمین‌های رسانه‌ها اونجا حضور داشتن بدون ارائه سند و مدرک و صرفاً جهت هراس‌افکنی در میان ادمین‌ها اعلام می‌کنه که دوستان، یکی از ادمین‌های راسویاب اطلاع داده شده که صفحات این شبکه دست امنیتی است، مراقب باشید، احتیاط کنید. یعنی به نوعی که اون شخص حالا همکاری نکرده و با روح‌الله زم اینجوری تیکه میندازه. و از اون طرف شیرین نجفی هم خودش رو به عنوان سردبیر آمد نیوز معرفی کرد و ضمن ارسال آیدی و شماره واتساپ شیرین از ما خواست که باهاش ارتباط بگیریم و مدام مثل این که دنبال شماره تلفن ادمین‌های راسویاب بودن که پس از اون شیرین نجفی به ادمین‌های راسویاب مراجعه میکنه و ضمن معرفی خودش به عنوان نماینده آمد نیوز از ارسال شماره‌اش رو چند بار با اصرار از ادمین‌های راسویاب خواسته شماره‌اش رو به مدیریت بدن تا از طریق واتساپ و سیگنال برای یک موضوع خیلی مهمی باهاشون ارتباط بگیره که همشون ماشاءالله روح‌الله زم و شیرین نجفی همه دنبال شماره تلفن‌های ادمین‌های راسویاب بودن. اما اینجاش جالب هستش. در تاریخ 8 مهر ماه 1398، 14 روز قبل از اعلام خبر دستگیری زم، آمد نیوز طی یک پست بسیار سوال برانگیز و جهت‌دار از کانال تلگرامیش با تیتر دعوت به همکاری در تیم رسانه‌ای آمد نیوز از تلاش برای توسعه فعالیت و تکمیل کادر فنی خودش خبر میده. قابل توجه این که پس از دستگیری زم نزدیکان او از مشکلات مالی و عدم ارسال حقوق به کارکنان این شبکه هم خبر میدادن که این پست رو هم میبینید که جالبه که از کاربرها رزومه فعالیت در کشورهای محل سکونت ترجیحاً مالزی و ترکیه خواسته، که جالبه دیگه مالزی و ترکیه هم میدونید که حیات خلوت چه کسایی هستن. بله دیگه اینم داستان روح‌الله زم بود و این چت هاش حالا در روزهای آینده هم بهش میپردازیم و یه سری فایل‌های صوتی که ما در اختیار داریم حالا به موقعش پخش میکنیم و این تحلیل هایی هستش که میاد بیرون. و نکته جالبش همون آگهی استخدامی بود که در کانال آمد نیوز بود و از اون طرف مازیار که یکی از ادمینای آمد نیوز هستش میاد میگه که ما الان چند ماهی هستش که ادمینام حقوق نگرفتن، رفا نیکفر هم پول نداده. شمایی که ادمیناتون پول نگرفتن چجور درخواست استخدام میدی جز این که میخوای خبرنگار در ترکیه و مالزی با عنوان هیئت خلوت جمهوری اسلامی شناسایی بکنی؟ اسپانسری ما ندیدیم از آقای نیکفر. آقای نیکفر با اینکه میدونست شبانه روز من کنار روح‌الله هستم هنوز به من زنگ نزده یه همدردی بکنه بگه چی شده. کدوم اسپانسر؟ ادمینای ما هنوز پول نگرفتن. همین مسعود الان باهاش مصاحبه کردیم ازش سوال کنیم 2 ماه حقوق نگرفته. کدوم اسپانسر؟ ما داشتیم با جیب خالی داشتیم با ناخن سنگ میتراشیدیم. هر جا رسیده داخل هر کانال یه کت شلوار کراوات میپوشه من اسپانسرم. کدوم اسپانسر؟ کدوم پول اومده تو حساب روح‌الله زم و من میتونم تو کامپیوترم واز کنم به خاطر اینکه سیوش کرد حساب بانکیش رو داخل کامپیوتر من. کدوم پول از آقای نیکفر برای آمد؟ پس اینی که در یکی از برنامه‌ها روح‌الله گفته بود ما $1 میلیون برای تأسیس تلویزیون داریم، اون چی بود پس؟ آقا کو؟ یک سند آقای نیکفر نشون بده که من به روح‌الله زم پول دادم، اینقدر پول دادم. کدوم هر روح‌الله زم اصلا از این شوکه شد که رفت عراق. از اپریل امسال یعنی سال 2019 رسما اعلام کردم که اونم توی فضای مجازی میتونن مردم ببیننش که اسپانسر آقای روح‌الله زم هستم، ولی آقای زم حدوداً 12,000 یورو پول داشتن ایشون. روح‌الله وقتی رفت به عراق شما که میگی حساب بانکیش دست شما بود، چقدر تو حسابش پول بود؟ 300 یورو. بله دیگه فکر کنم تا اینجا دستتون اومده باشه که داره چه اتفاقاتی پشت پرده میفته و
جالب هستش. مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.